امروز 21 نوامبر است و من شالوگل خوجه برنامه خبری رادیو ازودی رو تقدیم شما عزیزان میکنم. قبل از تفصیلات خبرگزاری شو به سرخط موضوعها توجه کنید. سرباز شکار در دل شب برای پورا کردن نقشه دعوت همه وسیله ها به کار می روند. در روزهای آخر موسم سربازگیری جلب اجباری به ارتش ادامه دارد. اگر خانه آمدن تریزر یا مرتب پشیدم زد تریزر شکست دشنون کرد که بخویم میبریم. جسد و یا سری سگ برای حقگویی در قزاقستان آزاداندهشان را با شیوه دهشتناک میترسانند. سیاسی گوز قراسم سخن من حق است و من بر ضد توسعه حضور چین هستم. هدف آنها بدون شبهه ترسانیدن من است. چرا تماشابینان توجیک تدریجاً از دیدن تلویزیون های دولتی دست کشیده در جستجوی خبر به شبکه اینترنت سر میزنند؟ بچه های با تخیلات و با مفکوره تازه باید که در تلویزیون ها جلب شوند تا که اونها برنامه های قابل توجه بیننده رو تهیه کرده توانند. اما شروع میکنم از خبری دیگر. در 10 سال آخر 25 نفر از دادرس ها در تاجیکستان بنابر جنایتکاری زندانی شدند. این امور امروز از زبان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات با کارمندان سودها، دادستانی، کمیته امنیت و آژانسی مبارزه با کروپسیا در دوشنبه صدا داد. امام علی رحمان از جمله گفت در این دوره 16 نفر کارمند دستگاه های سودها برای صادر کردن جنایت محکوم گردیدند. اشاره پرزیدنت از دست به جنایت زدن سودیه ها بیشتر مربوط به حادثه های رشوتخوری دادرس‌ها است. معمولاً با گذشت چند وقت از رسانه شدن چنین خبرها امام علی رحمان دادرس‌ها را با عباره بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از کار میراند. رو می‌آوریم به موضوع جنجال برانگیز. تا انجام موسم تیرمایی دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان روزهای به شمار مانده است، ولی خبرها درباره جلب غیرقانونی جوانان به ارتش و یا به اصطلاح مردمی ابله کم نمی‌شود. گذشته از این به گفته ساکنان ولایت ختلان اکنون فرزندان آنها را شبانگاه نیز تلاش بردن به خدمت می‌کنند. مهم نیست که نفری به چنگ افتاده قابل حفظ وطن را دارد یا نه. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش آماده کرد و آن را عبدالله اشرف تقدیم میکند. خیلی ترسان شده که این روزها هم با بیرون نمیبرویم. جمشید رحیموف یک ساکن دانشجوی شهر کولاب را وقت مغازه میرفت 4 نفر بازداشت و تلاش کردند اجباراً به ماشین سوار کنند. این واقعه شب 19 نوامبر در محله چرمگران پایان اتفاق افتاد و پس از رسیدن نزدیکانش به جای حادثه و جمع شدن مردم او را رها کردند. او گفتن که ما را با فرمان رئیس شهر نه پروکراتور گفته یا همه مقامات خستگی در شب ما اومده ابلاغ کردیم. اما در روزهای آخری موسم سربازگیری این اولین شکایت در کولاب از ساکنان شنیده می شود که مقامات شبانگاه برای اجرای نقشه به سرباز شکار دست می زنند. در یک هفته اخیر دهها شکایت از ناحیه‌های فرخار، همدانی، مومن آباد و واسع رسیده است که طبق این نامه‌ها مقامات مجبوراً وارد خانه‌های مردم شده و فرزندانشان را می‌گیرند و به خدمت سربازی می‌فرستند. به گفته ساکنان مقامات پروا ندارند که فرزندان آنها بیمار است یا معیوب، مجبوراً با خود می‌برند. خانه شد در آمده کل دور در جدت شما فرمای واینی دور قطعی آمدن اگر خونده آمدن تریزر یا مرتب پشیدم زد تریزر شکست دشنون کرد که بخویم میبریم. مادر ساربان میسایف میگوید فرزندش چند پیش از روسیه بیمار آمد و او را طبابت میکردند. میسایف میگوید که یک پسر دیگرش خدمت را به آخر رسانیده به خانه آمده بود و آنها در بازار قرار داشتند که خبر رسید پسر بیمارش را از خانه ربودند. وضع صحتی ساربان پس از این بازداشت خیلی بد شده است. تاکسی را تلفن کردیم اومد ای خونه ای را گرفت رفته بعد او را همون تانه بروردنش به همون درون آمد دعوا کردم که مرا بچه دیگری ما این دعوای کمد بود؟ هوا درونی وای کمدن همون او را بودن دختر گذاروندن ای را خوی نداده ایستن. گفتم که ببرورینش همون را همون درون ببرورین که با نترسه که هم خدمه میبرن هم دو درما. خودتون او را بردین بعد دست داده نه ای را؟ هوا خانواده میسایف تنها خانواده نیست که فرزندی بیمارشان را سرباز شکار میکنند.
طاووسبی رجبова مادر نور محمد رحیمزاده 22 ساله میگوید پسرش یک پای کوتاه و میانی شکسته داشت ولی در دوشنبه او را بازداشت کرده به خدمت بردند. و این پرکاتورای کود شهر کولاب کود همینجا نوشتم بو بایجا را رفتم دندانی من کمد میرم میگم که خیلی اقلا بکنم کاغذی کمی دکتر گذاشتگی بود امیر بیارم مرا بتین میگن که نیستی خیلی دیلا هم تری دیلایی که هم بچه ترا جواب داده باشه نیستی. جلب مجبوری جوانان به ارتش در زبان مردم با نام ابله و یا سرباز شکار مشهور است، ولی امسال نسبت به سالهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی نشر شد که در آنها ساکنان ادعا کردند نزدیکانشان را مجبوری به ارتش بردند. مقامات پیوسته وجود ابله را رد می‌کنند. شکایت‌ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می‌دهند که به اطلاع وزارت دفاع نقشه سربازگیری برای ارتش زیاده از 95% اجرا شده است. و بینندگان عزیز، اگر شما نیز شاهد حادثه شدید، منظره جالبی رو دیدید و یا خبر مهم شنیدید، از روی آسان و به خطر با رقم تلگرام و واتساپ ما 420 724 05 66 81 و یا 420 724 05 39 59 فرستید. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست. کمک شما کار ما را آسان‌تر می‌کند. با رقم وایبر رادیو آزادی 420 725 60 22 13 نوار، عکس و خبرهای خود را لطفاً به ما ارسال نمایید. در قزاقستان یک فعال حقوق بشر که نظر انتقادیش را راجع به مسائل و محبوسان سیاسی بیان میکند در شکل وحشتناکی ترسیدند. متاسفانه در این کشور آسیای مرکزی در گذشتن چنین موردهای تهدید به آزاداندیشان جای داشت، اما هیچ یکی از دستاندرکاران پیدا و مجازات نشدند. تفصیلات از برود یوسفی. افراد نامعلوم ماشین فعال حقوق بشری قزاق نورجان محمدов را تخریب نموده در کرسی راننده کلای سگ را جای دادند. تیرزه‌های ماشین شکسته، هوای چرخ‌هایش خارج و در تن آن کلمه ناجا نوشته شده است. من این عمل را با افکار سیاسی هم مربوط می‌دانم. هیچ شبهه ندارم. سخن من حق است و من بر ضد توسعه حضور چین هستم. هدف آنها بدون شبهه ترسانیدن من است. محمدов مخالف توسعه روزافزون حضور اقتصادی چین در قزاقستان است. او همچنان به حمایت از محبوسان سیاسی و مردم بیخانه و جای صدا بلند کرده است. سال روان محمدов چند دفعه به مدت کوتاه حبس شده است. طرفداران محمدов به اداره دادستانی رفته تفتیش حمله را طلب کردند. تفتیش این قضیه اوباشی آغاز یافت. حادثه همین روز به وقوع پیوسته است. پس تفتیش رسما شروع شد؟ بله، ما از پلیس عریضه خاص دسترس کردیم. در گذشته نیز به ژورنالیستان مستقل قزاقستان جسد سگ و یا سر سگ فرستاده بودند. در اینجا حقوق‌های ما حمایت نمی شود. در کشورهای مترقی سگ را هم حمایت می کنند و کمک طبی می رسانند. در اینجا از حقوق مردم و فعالان جمعیتی دفاع نمی کنند. ما را برابر همان سگ احترام نمی کنند. این بار اول نیست. اخیراً اثنای مرافعه پرونده نورجان محمدov ماشین وکیل مدافع او را تخریب کرده بودند. آنها در مسافه 10 متر از بینای دادگاه و در روبروی دوربین نظارتی این کار را کرده بودند. فعالان حقوق منتظر نتیجه تفتیش هستند. 21 نویبر در جهان همچون روز تلویزیون یاد می شود، اما ظاهراً طور جهانی تا رفت موقع آینه نیلگون را در تاجیکستان تنگ می کند. هرچند طبق پژوهش آژانسی آمار اویله‌های توجیک از میان اسباب‌های روزگار بیش از همه تلویزیون دارند، ولی محتوای دلگیر کننده و یک رنگ تلویزیون‌های دولتی شمار بیشتری نسل جوان و نه تنها آنها را از نزد اکران‌ها دور کرده است. افسانه اکابر شو موضوع را ادامه می‌دهد. گلجمال فرصت خالگی خود را مثل اکثر ساکنان تاجیکستان با تماشای تلویزیون می‌گذراند، اما او شبکه‌های تلویزیون‌های ملی را چندان هوس تماشا کردن ندارد. بیشتر وقت با تلویزیون‌های خارجی ماهواره‌ای برتری می‌دهد. نه اونقدر تقنعاتمندیم برای که همون چیزاشون
бисёр чизошон ҳами пӯшида мисол хабарҳои криминалие ки дар Тоҷикистон рух меда ҳамира мо ай дигар шабакаҳо тамошо мекунем бисёртар. сабаби ба тамошои шабакаҳои телевизионҳои моҳворавии хориҷӣ рӯ овардани худро гулҷаҳон вуҷуд надоштани баъзе барномаҳои мақбулаш дар телевизионҳои дохилӣ мегӯяд. аз ин рӯ баъзе коршиносон пешниҳод мекунанд ки муҳтавои барномаҳои телевизионҳои ватанӣ тавсия дода шавад. сатҳи барномасозии шабакаҳои телевизиони Тоҷикистон имрӯз воқеан ҳам тағйирот мехоҳад ва ниёз дорад ба як табаддулоти тозае дар дунёи синемо, дар дунёи телевизион ва бачаҳои бо тахайюлоту бо мафкураи тозае бояд ки дар телевизионҳо ҷалб шаванд то ки онҳо барномаҳои қобили таваҷҷӯҳи бинандаро таҳия карда тавонанд. сокинон дар баъзе кишварҳои дунё мунтазам аз истифодаи манобеи иттилоърасонии маъмулӣ хусусан телевизион даст кашида дар ҷустуҷӯи хабар ба шабакаи интернет сар мезананд. аммо дар Тоҷикистон ин раванд бештар маврид дар миёни ҷавонон дида мешавад. ҷавонҳои ҳозира фақат хабарҳое ки махсус мисол сериалҳое ки мехоҳанд тамошо кунанд бисёр вақт аз интернет дастрас мекунанд. одамое ки мисол камтар калонсол аз мисол телевизор. наби юсуфов муҳаққиқи барномаи телевизионӣ афзоиши таваҷҷӯҳи ҷавонон ба дарёфти иттилоъ аз шабакаҳои интернетро тасдиқ мекунад. бар асоси таҳқиқоти муштараки ӯ бо маркази тадқиқоти социологии зеркала ҳоло телевизион ҳамчун манбаи иттилоъ танҳо барои одамони калонсол боқӣ мондааст. аз шабакаи интернет аксар маврид сокинони аз 18 то 35 сола истифода мекунанд. معلومات کامل را ما فعلا از روزنامه‌های جمعیتی و سیاسی و شبکه اینترنت دریافت می‌کنیم. آن هم در اکثر موارد از شبکه‌های اینترنتی، زیرا روزنامه‌ها حالا در یک هفته یک بار به نشر می‌رسند و در شرایط حاضر استفاده برنده را قانع نمی‌کند. واسطه‌های اخباری عامه اینترنتی در همین لحظه و همین مکان می‌توانند معلوماتی بیشتر و فراختر را رسانند. تلویزیون به این قادر نیست. محتوای تلویزیون های ما بیشتر تفریحی و بعداً دیگر موضوعها. در توجیکستان فعلا 6 شبکه تلویزیونی دولتی سراسری فعالیت دارد. همچنین شهر دوشنبه و ولایت ها نیز شبکه های تلویزیونی خود را دارند که اخیراً این شبکه ها از طریق ماهواره نیز نشر می شوند. تعداد تلویزیون های خصوصی خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند. дар воқеъ бештар ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ овардани корбарони тоҷик дар ҳоле аст ки мутахассисон мегӯянд бехатари интернетӣ барои Тоҷикистон як масъалаи доғ аст. истифодаи фаровони фейсбуку ютуб боиси пайдо шудани афрод ё гурӯҳи ба ислоҳ харобкор шудааст ки барои беобрӯ кардани шахсиятҳо ва ё аз майдон баровардани мунаққидони ҳукумату намояндагони мухолифон ба кор мебаранд. ҳамкорони мо аз чанд роҳгузар дар душанбе пурсиданд ки оё боре ҳам дар ин шабакаҳо мавриди таҳқиру таҳдид қарор гирифтаанд ё не. قدر میدونم که جواب احمق سکوت است. بهترین سلاح این سکوت کردن ایستادن. اما بسیارتری وقت به ضرر خودی ما هم میشود وقتی که خاموش میستیم اونا فکر میکنن که ما غلبه کردیم. در شبکه‌های اجتماعی هستم و یگان بار تحقیر هم نشدم چون که با گپ‌های بیهوده این پروگرام من نمی‌نویسم گپ‌های بیهوده. من بسیار نمی‌شنم برای ما را تحقیر نکردم. البته من در شبکه‌های اجتماعی موردی تحقیر قرار گرفتم با من دشنام هم دادن و معمولا و در بیشترین حالت‌ها این با در نظر داشت بعض افکار دینی و یا بعضا افکار بی‌سوادانه مردم است که نمی‌توانند من را گفته‌های مرا درک کنند و موردی دشنام و حقارت مرا قرار می‌دهند. آیا شما نیز بینندگان عزیز با مناسبت نوجو در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدید و یا عموماً با چنین عملها چی نظر دارید؟ می توانید راحت در زیر همین پرسش که در شکل مفصل در آزادی ویدیو گذاشته می شود نظر بدید. با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش‌های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو بینندگان عزیز تماشا کنید. شبکه‌های اجتماعی نیز در خدمت شما است. یادتان نرود که فردا شما را نوید بامدادی منتظر است. خدا نگهداری هر یک شما.